نامه یکم حواری یوحنا باب یکم. درباره آنچه از ابتدا بود و ما آن را شنیده ایم و با چشمان خود دیده ایم و مراقبه نموده ایم و آن را دستهای ما لمس کرده است، درباره کلام حیات. زیرا که حیات ظاهر شد و ما دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما از حیات جاودانی خبر می دهیم که با پدر بود و به ما ظاهر شد. درباره آنچه ما دیده ایم و شنیده ایم به شما خبر می دهیم تا که شما نیز با ما مشارکت داشته باشید، ولیکن مشارکت ما با پدر و با پسر او عیسی مسیح است. و این را ما به شما می نویسیم تا که شادی شما کامل باشد. و این است پیامی که ما از او شنیده ایم و به شما خبر می دهیم. خدا نور است و در او هیچ ظلماتی نیست. اگر ما گوییم که با او مشارکت داریم ولی در ظلمات می گردیم، ما دروغ می گوییم و بر طبق راستی رفتار نمی کنیم. اما اگر در نور می گشته باشیم چنان که او در نور است، با یکدیگر مشارکت داریم و خون پسری او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می نماید. اگر گوییم که ما گناهی نداریم، خودمان را فریب می دهیم و در ما راستی نیست. اگر ما گناه های خود را اعتراف کنیم، او امین و عادل است که گناه های ما را بیامرزد و ما را از هر ناانصافی پاک نماید. اگر گوییم که ما گناهی نکرده ایم، او را دروغگوی می سازیم و کلام او در ما نیست. نامه یکم یوحنا باب دوم. ای فرزندانم، این را به شما می نویسم تا که شما گناه نکنید، و اگر کسی گناه کند، ما به حضور پدر شفاعتگری داریم که عیسی مسیح عادل است و او کفارت است برای گناه های ما، و نه تنها برای گناه های ما بلکه برای گناه های تمام جهان نیز. از این می دانیم که او را می شناسیم که احکام او را رعایت می کنیم. کسی که گوید من او را می شناسم اما احکام او را رعایت نکند، وی دروغگوی است و در وی راستی نیست. ولیکن کسی که کلام او را رعایت می کند، در وی به راستی محبت خدا به کمال رسیده است. از این می دانیم که ما در او هستیم. کسی گوید که در او ثابت می ماند، وی باید طوری رفتار کند که او رفتار می کرد. ای محبوبان، به شما حکم تازه نمی نویسم، بلکه حکم قدیمی که شما از ابتدا داشتید. حکم قدیمی کلامی است که شما از ابتدا شنیده اید. لیکن در عین حال به شما حکم تازه می نویسم که راستی آن هم در اوست و هم در شماست، چون که ظلمات گذران است و اکنون نور حقیقی می درخشد. هر که گوید که وی در نور است ولیکن از برادر خود نفرت داشته باشد، وی هنوز در ظلمات است. کسی که برادر خود را دوست می دارد، وی در نور ساکن است و در وی وسوسه نیست. ولی کسی که از برادر خود نفرت دارد، وی در ظلمات است و در ظلمات می گردد و نمی داند که کجا می رود، چون که ظلمات چشمانش را کور کرده است. به شما ای فرزندان می نویسم، چون که گناه های شما به خاطر اسم او آمرزیده شده است. به شما ای پدران می نویسم، چون که شما او را که از ابتداست شناخته اید. به شما ای جوانان می نویسم، چون که شما ابلیس را مغلوب کرده اید. به شما ای بچگان می نویسم، چون که شما پدر را شناخته اید.
به شما ای پدران نوشتم، چون که شما او را که از ابتداست شناخته اید. به شما ای جوانان نوشتم، چون که شما پرزور هستید و کلام خدا در شما ساکن است و شما ابلیس را مغلوب کرده اید. جهان را دوست ندارید، نه آنچه را که در جهان است. کسی که جهان را دوست می دارد در وی محبت پدر نیست، زیرا هرچی در جهان است، شهوت جسم، هوس چشمان و غرور زندگانی از پدر نیست، بلکه از این جهان است. و جهان با هوسهایش گذران است، اما کسی که اراده خدا را به جا می آورد تا ابد باقی است. ای فرزندان، ساعت آخرین است و چنان که شنیده اید ضد مسیح می آید و حالا ضد مسیحان زیادی پیدا شدند. از این رو می دانیم که ساعت آخرین است. آنها از ما بیرون آمده اند، اما از آن ما نبودند. زیرا اگر آنها از آن ما می بودند، با ما می ماندند. لیکن آنها بیرون آمدند تا معلوم شود که هیچ یکی از آنها از آن ما نیستند. ولیکن شما از جانب قدوس تدهین یافته اید و همه شما راستی را می دانید. من به شما نه از آن سبب نوشتم که راستی را نمی دانسته باشید، بلکه از آن سبب که شما آن را می دانید، همچنین این را که هیچ دروغ از راستی نیست. کیست دروغگو غیر از کسی که مسیح بودن عیسی را انکار می کند؟ و ضد مسیح است که پدر و پسر را انکار می کند. هر که پسر را انکار می کند، پدر را نیز ندارد. هر که پسر را اعتراف می کند، پدر را نیز دارد. پس آنچه شما از ابتدا شنیده اید بگذار در شما بماند. اگر آنچه از ابتدا شنیده اید در شما بماند، شما نیز در پسر و در پدر خواهید ماند. و آن وعده‌ای که او به ما داده است حیات جاودانی است. این را به شما درباره آنهایی نوشتم که شما را گمراه می‌کنند. ولیکن تدهینی که شما از او یافته اید در شما ساکن است و شما احتیاج ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، اما از بس که تدهین او به شما هر چیز را تعلیم می دهد و آن راست است و دروغ نیست و همان طور که شما را تعلیم داده است در او بمانید. پس ای فرزندان در او بمانید، تا که هنگام ظاهر شدن او ما جرأت داشته باشیم و به حضور او در وقت آمدن او خجل نشویم. اگر دانسته اید که او عادل است، پس بدانید که هر کی عدالت را به عمل می آورد از او تولد یافته است. نامه یکم یوحنا باب 3. ببینید که پدر به ما چگونه محبت عطا نموده است تا که ما فرزندان خدا نامیده شویم و چنین هستیم. جهان ما را از آن سبب نمی شناسد که او را نشناخته است. ای محبوبان، ما اکنون فرزندان خدا هستیم، ولی هنوز معلوم نشده است آنچه خواهیم بود. فقط همین قدرش را می دانیم که در وقت ظاهر شدنش مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. و هر کی از او چنین امید دارد خود را پاک می نماید، چنان که او پاک است. هر کی گناه می کند شریعت را می شکند و گناه شکستن شریعت است. و شما می دانید که او برای برداشتن گناه های ما ظاهر شد و در او گناهی نیست.
هر کی در او بماند گناه نمی کند. هر کی گناه می کند او را ندیده است و او را نشناخته است. ای فرزندان، بگذار شما را هیچ کس فریفته نکند. کسی که عدالت را به عمل می آورد وی عادل است، چنان که او عادل است. کسی که گناه می کند وی از ابلیس است، چون که ابلیس از ابتدا گناه کرده است. برای همین هم پسر خدا ظاهر شد که اعمال ابلیس را ویران کند. هر که از خدا تولد یافته است گناه نمی کند، چون که ذات او در وی ساکن است. وی گناه نمی کند چون که از خدا تولد یافته است. فرزندان خدا و فرزندان ابلیس این طور شناخته می شوند: هر که عدالت را به عمل نمی آورد از خدا نیست، همچنین کسی که برادر خود را دوست نمی دارد. زیرا پیامی که شما از ابتدا شنیده اید چنین است که ما باید یکدیگر را دوست داریم، نه همچون قابیل که از ابلیس بود و برادر خود را کشت. و از برای چی وی را کشت؟ از برای آن که اعمال خودش بد بود ولی اعمال برادرش عادلانه. حیران نشوید ای برادرانم اگر جهان از شما نفرت کند. ما می دانیم که از مرگ به حیات گذشته ایم، چون که برادران را دوست می داریم. کسی که برادرش را دوست نمی دارد هنوز در مرگ ساکن است. هر که از برادر خود نفرت دارد قاتل است، و شما می دانید که هیچ یک قاتل حیات جاودانی ندارد که در وی ساکن باشد. ما محبت را از آن دانستیم که او جان خود را برای ما فدا کرد. ما هم باید جانهای خود را برای برادران فدا کنیم. و اگر کسی که در جهان آسوده حال است برادر خود را در حالت محتاجی دیده رحمدلی خود را از وی دریغ می دارد، چگونه محبت خدا در او ساکن است. ای فرزندانم، نه با سخن و زبان بلکه با عمل و راستی دوست بداریم. و از این خواهیم دانست که ما از راستی هستیم و دل خود را به حضور او آرام خواهیم کرد در هر چیزی که دل ما را محکوم می نماید، چون که خدا از دل ما بزرگتر است و هر چیز را می داند. ای محبوبان، اگر دل ما را محکوم نکند ما به حضور خدا جرأت داریم و هر چی طلب کنیم از او می یابیم، چون که احکام او را رعایت می کنیم و آنچه به حضور او مقبول است به عمل می آوریم. و حکم او این است که ما به اسم پسر او عیسی مسیح ایمان آوریم و یکدیگر را دوست داریم، چنان که او به ما حکم کرده است. و کسی که احکام او را نگاه می دارد وی در او ساکن است و او در وی، و اینکه او در ما ساکن است از آن روحی می دانیم که او به ما عطا نموده است. نامه یکم یوحنا باب 4. ای محبوبان، به هر روح اعتماد نکنید، بلکه روح‌ها را امتحان کنید که آیا از خدا هستند، چون که بسیار انبیای کاذب به سرتاسر دنیا رفتند. روح خدا را شما این طور خواهید شناخت: هر روحی که اعتراف کند که عیسی مسیح به حسب جسم آمد از خداست، و هر روحی که انکار کند که عیسی مسیح به حسب جسم آمد از خدا نیست، بلکه روح ضد مسیح است که درباره آن شما شنیده اید که آن می آید و آن اکنون در جهان است. شما ای فرزندان از خدا هستید و آنها را مغلوب کرده اید، زیرا او که در شماست
از آن که در جهان است بزرگتر است. آنها از جهان هستند، بنابراین آنها به طور دنیایی سخن می‌رانند و جهان آنها را می‌شنود. ما از خدا هستیم. هر که خدا را می‌شناسد به ما گوش می‌دهد. کسی که از خدا نیست به ما گوش نمی‌دهد. از روی همین ما روحی راستی و روحی اشتباه را می‌شناسیم. ای محبوبان، یکدیگر را دوست بداریم، چون که محبت از خداست و هر که دوست می‌دارد از خدا تولد یافته است و خدا را می‌شناسد. کسی که دوست نمی‌دارد وی خدا را نشناخته است، چون که خدا محبت است. محبت خدا به ما در آن ظاهر شد که خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا که ما به واسطه او حیات یابیم. محبت در این است که نه ما خدا را دوست داشته ایم، بلکه او ما را دوست داشت و پسر خود را برای کفارت گناه‌های ما فرستاد. ای محبوبان، اگر خدا ما را این گونه دوست داشته باشد، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم. خدا را هرگز کسی ندیده است. اگر ما یکدیگر را دوست داریم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل است. این که ما در او ساکن هستیم و او در ما، از آن می شناسیم که او از روح خود به ما عطا نموده است. و ما دیده ایم و شهادت می دهیم که پدر پسر را فرستاد تا که نجات دهنده جهان گردد. هر کی اعتراف می کند که عیسی پسر خداست، خدا در او ساکن است و او در خدا. و ما محبتی را که خدا به ما دارد می دانیم و به آن اعتماد داریم. خدا محبت است و هر کی در محبت ساکن است وی در خدا ساکن است و خدا در وی. محبت در ما چنان به کمال رسیده است که ما در روز داوری جرأت داریم، زیرا چنان که او در این جهان هست آنچنان ما هستیم. در محبت هراسی نیست، بلکه محبتی کامل هراس را به در می‌راند، چون که هراس عذاب دارد و کسی که می هراسد در محبت کامل نیست. ما او را دوست می داریم، چون که اول او ما را دوست داشت. اگر کسی گوید که من خدا را دوست می دارم ولی از برادر خود نفرت کند، وی دروغگوی است. زیرا کسی که برادر خود را که دیده است دوست نمی دارد، چگونه می تواند خدا را که ندیده است دوست بدارد؟ و ما از او چنین حکم داریم که هر کی خدا را دوست می دارد برادر خود را نیز دوست بدارد. نامه یکم یوحنا باب 5. هر کی ایمان دارد که عیسی مسیح است وی از خدا تولد یافته است و هر کی والد را دوست می دارد وی مولود او را نیز دوست می دارد. از این ما می دانیم که فرزندان خدا را دوست می داریم که خدا را دوست داریم و احکام او را رعایت کنیم. زیرا محبت به خدا همین است که ما احکام او را رعایت کنیم و احکام او گران نیست، زیرا هر که از خدا تولد یافته است جهان را مغلوب می کند و این غلبه‌ای که جهان را مغلوب کرده است ایمان ماست. کیست که جهان را مغلوب می کند؟ جز کسی که ایمان دارد که عیسی پسر خداست. او عیسی مسیح است که با آب و خون و روح آمده است، نه تنها با آب بلکه با آب و خون و روح شهادت می دهد، چون که روح راستی است. زیرا سه هستند
که در آسمان شهادت می‌دهند: پدر، کلام و روح القدس، و این سه یک هستند. و سه هستند که در زمین شهادت می‌دهند: روح، آب و خون، و این سه موافقت می‌کنند. اگر ما شهادت آدمی را قبول کنیم، شهادت خدا بزرگتر است، زیرا این شهادت خداست که او درباره پسر خود شهادت داده است. کسی که به پسر خدا ایمان دارد در خود شهادت دارد. کسی که به خدا ایمان ندارد او را دروغگو دانسته است، زیرا به شهادتی که خدا درباره پسر خود داده است ایمان ندارد. و این شهادت از آن عبارت است که خدا به ما حیات جاودانی عطا نموده است و این حیات در پسر اوست. کسی که پسر را دارد حیات دارد، کسی که پسر خدا را ندارد حیات ندارد. به شما که به اسم پسر خدا ایمان دارید این را نوشتم تا دانید که شما به پسر خدا ایمان داشته حیات جاودانی دارید و جرأتی که ما به حضور او داریم در آن است که اگر ما موافق اراده او چیزی را طلب کنیم او ما را میشنود. و اگر دانیم که او ما را در هر چی طلب کنیم میشنود، آن را نیز میدانیم که آنچه از او طلب کرده ایم میابیم. اگر کسی برادر خود را بیند که گناهی میکند که انجامش مرگ نیست، بگذار دعا گوید و خدا او را حیات خواهد بخشید. درباره آنهای میگویم که انجام گناهشان مرگ نیست. گناهی هست که انجامش مرگ است. درباره چنین گناه نمیگویم که دعا گویید. هر ناانصافی گناه است، لیکن گناهی است که انجامش مرگ نیست. ما میدانیم که هر که از خدا تولد یافته است گناه نمی کند، بلکه پسر خدا وی را محافظت می کند و ابلیس به وی دست نمی رساند. ما می دانیم که ما از خدا هستیم، ولی تمام جهان در زیر حکومت ابلیس است. ولیکن ما می دانیم که پسر خدا آمده به ما خیرات بخشید تا که حق را درک کنیم و ما در حق در پسر او عیسی مسیح هستیم. او خدای حقیقی و حیات جاودانی می باشد. ای فرزندان، خود را از بت‌ها نگاه دارید. آمین.